درباره چی؟ درباره دعا میخواستم که یک کمی معلومات از آیات‌های قرآنی برای شما رسانیده باشم. سوره الحشر آیتی رقمی 10. الله تعالی میفرماید: و کسانی که از پس آنها، یعنی مهاجران و انصار، آمدند میگویند ای پروردگار ما، گناهان ما و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند بیامرز، یعنی ببخش، و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آورده اند هیچ کینه قرار نده. ای پروردگار ما، هر آینه تو با بندگان خود مشفق و مهربان هستی. یعنی ببینید که برادران خود در غیب برادران آمرزش گناهان طلب دارند. همچنین در سوره ابراهیم نیز به همین مانند آمده است در آیت 41: ای پروردگار ما، من را و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزی که حساب برپا می‌گردد، یعنی در روز قیامت، بیامرز، یعنی ببخش. و این دعا پیش از دشمنی پدرش با الله بود و چون برای ابراهیم علیه السلام آشکار شد که پدرش دشمنی الله است، از او بیزاری جست و برایش ترک آمرزش گناه کرد، موافق تفسیر سعدی. همچنین تماشابینان عزیز، دو حدیثی که قوت میبخشد، بیایید این حدیث را با شما گوش میکنیم و هر دو نیز از ابو دردا روایت شده است. ابو دردا الله از وی راضی باشد روایت میکند و از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که میفرمود هیچ بنده مسلمان نیست که برای برادرش در غایبی وی دعا میکند مگر این که فرشته میگوید و برای تو مانندی آن باد. یعنی هر کسی که در غایبی یک برادر دیگرش را دعا میکند، فرشته در حق وی نیست دعا میکرده است، دعای نیک میکرده است. و در روایت دیگر چنین آمده است دعای شخص مسلمان برای برادرش و در غیب وی مستجاب است. در بالای سرش فرشته وظیفه‌دار است که هرگاه برای برادرش دعای خیر کند، فرشته وظیفه‌دار بدان میگوید آمین و برای تو مانند آن باد. یعنی هر چی دعای نیک میکنید برادر خودتان را، فرشته که وظیفه‌دار بوده است آمین میگوید و هر چی برای برادرتان شما خواسته باشد برای شما نیست آن دعا را میخواهد. و ببینید که امروز اگر که ما این را یک به میزان مانیم، خیلی کم است که به خرسندی برادر خودش خرسندی میکند. اما هست البته، ولی ما و شما این لحظه ها هم آیت های قرآن را شنیدیم و همچنین حدیث را از کتاب باقی نکوکارا من برای شما نقل کردم. واقعا ببینید که چگونه آن دعای خیری شما، دعای نیکی شما به برادری شما، مثل که شما کس را دعا کردید و فرشته های موظف میگویند که برای این نیست همین کسی که دعا میکند همان دعای خیر را میکنند. و در حق برادران خودتان در غایبی و در نمازهایتان دعاگاه باشد. همچنین ما را نیز فراموش نکنید. و چون من همین حدیث را به یاد میآورم، یک کمی تبسم میکنم از آن که یک نفر نقل میکند برادرش را بعد از نمازش دعا میکند، میگوید که یا الله، و فلانی زنی با ایمان، زنی زیبا و
از همه جهت باشد این گونه زن را نصیب گردان. آمین گفته دستانش را بالا میکند که از قفایش همسرش که نماز میخواند یک جایه آمده با کتف شوهرش یک تا میزند. میگوید شما چی میگویید؟ شما میخواهید که به شما الله تعالی زن نصیب، زنی خوب و زنی با ایمان و زنی زیبای دیگر نصیب گرداند. شما برادرتان را دعا میکنید و از این من تبسم میکنم و چون این واقعیت است و این گونه واقعیت البته من خودم شنیدم و از این خاطر تبسم میکنم و میگویم که شما نیست تماشابینان عزیز هرچی که به خودتان دوست می‌دارید آن را به برادری مؤمن خودتان دوست بدارید. این یک بهترین خصلت مؤمن است.